من رسول برقی هستم از دوستان و بستگان فرید مجتهدی اردشیر عزیز. مثل اینکه غزاله یا فرهنگ با شما صحبت کرده و ما فردا یه مراسمی داریم که بزرگداشت زندگی اردشیر عزیزه و ما در این مسئله، در این مورد خواستیم به دوستان و آشنایان و بستگان اردشیر تلفنی بزنیم و صحبتشون رو چند دقیقه ضبط بکنیم. اگه شما میتونید در این مورد صحبت کنید، به من بگین که من شروع بکنم صدای شما رو ضبط بکنم. میتونید در این مسئله یا خاطره‌ای بگین یا شعری بخونین، هر چی که دلتون میخواد ابراز بکنید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. اردشیر فرید مجتهدی. این زنده یاد هرگز از یاد نمیرد. انسان عاشق، آزاده، متفکر، روشنفکر، مبارز، وطن پرست، دلسوز، سنگ صبور درماندگان، مهمان دوست، پدری مهربان و دوست داشتن خانواده هرگز فراموش نمی شود. دوستان و آشنایانی که از وطن و یا از دیار دور امکان شرکت در مراسم خاکسپاری این زنده یاد را داشتند، از اینکه فرزندان و دوستان فرید مجتهدی را در دیار غربت تنها نگذاشتند، بر مشتاقان و دوستان که امکان حضور نداشتند بس منت گذارده و جای کمال سپاسگزاری می باشد. این جانب که از بدر آشنایی با این بزرگمرد همواره مرهون افکار بلند و انسانی او بوده، متاسفم که افتخار آخرین دیدار از جسم خسته و تکیده این مرد مبارز را نداشتم. تا شاید بتوانم لحظه‌ای فرزندان عزیز و همسر مهربان و دوستان نزدیک را در این روزهای سرد و غم‌انگیز دلداری و همدردی نمایم. اردشیر جان، ما 47 سال پیش هم دیگر دیدیم. من با تو رفیق شدم. چه رفیقی. زندگی من همیشه با تو گره خورده بود. آره، نمیدونم تا کی بمونم، ولی داغ تو بزرگ و همیشه به سینه من هست. از دست رفته من شهرم همیشه تو رو می‌ستود و دوست داشت. وطن را بیننده بودی، مرجع بودی، معلم بودی، همه چیز می‌دونستی، از همه چیز می‌گذشتی، گذشت زیادی داشتی. حالا نمیدونم چی بگم، گذشتی رفتی، همیشه خالی، دنیا رو نهم ریختی، همیشه خالی اردشیر. ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار. والا برای من اردشیر در واقع سفره، همون سفر دوره که گاهی میبینمش، ولی الان بیشتر
بیشتر میبینم. اردشیر عزیز من بود، عزیز همه ما بود، هم از نظر شخصیتی هم از نظر دوستی. ما از سالهای 60 در مونیخ با هم دیگه دوست بودیم، انقدر با هم راه مشترک داشتیم، انقدر ببخشید من اینو میگم تو سر هم زدیم، توپ تو سر هم زدیم، با هم دیگه دویدیم، تو کوه ها رفتیم با بچه ها، همیشه با هم دیگه بودیم. بعد یه مدتی بین ما جدایی افتاد، ولی اونقدر این دوستی محکم بود که وقتی که دوباره تو ایران هم دیگه پیدا کردیم دوباره با هم بودیم. و به خاطر که این آدم رو هیچ وقت آدم نمیتونه فراموشش کنه، نمیتونه خوبیاشو دوستیاشو از دلش ببره. من خیلی چیزها دارم راجع به اردشیر تعریف کنم، از خوبیاش، از نازنین بودنش، از راهش، از استقامتش، از دیگه نمیدونم اصلا چجوری بگم. ولی به هر صورت من نمیدونم الان یه شعری خاطرم ممکنه که این کاملا درست نباشه، ولی کاملا درست نخونم، ولی یادمه که یه شعری مثل که از فریدون مشیری هم بود که تقریبا اینجوری بود که تو نیستی که ببینی چگونه جای تو در جان زندگی سبز است و اردشیرم توی زندگی ما همیشه سبز. اردشیر مظهر تفکر بود بین تمام دوستان، مظهر بینش نو بود به اصطلاح و مظهر عاطفه و عطوفت بیش از حد بود. چیزی گاهی به اصطلاح در سیماش ممکن بود که مثلا دیده نشده لحظه، اما مشخون بود. اردشیر بی نهایت احساسی بود و محبت مطلق بود. و من اینم فقط بگم که مثلا نسبت به خانواده‌اش، به آدرجان و به خصوص بچه ها بی نهایت به اصطلاح وابسته بود و تمام در حقیقت کوشش و هم و غمش رو مصروف اونها میکرد. کما که من خیال میکنم مثلا فردی تو سن اردشیر که پا میشه تمام این شرایط بسیار بسیار نسبتا راحت میشه اینجا رها میکنه و میره اونجا و یک زندگی دیگه از نو شروع میکنه. اقتصادی نظر منه این یقینا به طور مشخص طرفدار سلطنت و آزادش مشخصا این بسیار کار بسیار بزرگ بوده. من خودم امکان نداشت دخترم خودم این کار بکنم، برای که بره خارج من این کاری نمیکنم هستم ازش، چون که حاضر نیستم خودم یه بار دیگه برم توی دوره ماراتون زندگی از نو. اما عرشی برای بچه‌ش این کار کرد، برای آزاد این کار کرد و خب چند سال اخیرم خب گاهی از دلتنگی‌هایش صحبت میکرد، من میشنیدم، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. اما حال این نشون دهنده اوج تمایل ایشون به فرزندانش و همسرشه و خب بدونید که ایشون این رول به اصطلاح مرد خانواده رو به نحو احسن اجرا کرد. اون رول اجتماعی خودش رو به نظر من خیلی خیلی بیشتر از اینها که بازی کردش. محور به اصطلاح فکری تمام دوستان بود، محور عاطفی رابطه تمام دوستان بود. اینها رو شما مجموعش رو در یک نفر کم تونست راه بگیرید. ممکنه کسایی باشن بخش از اینها داشته باشن، اما اردشیر به وجه کمال تام و تمام می‌نمود. این من خیال میکنم جمله که واسه اردشیر قشنگ میشه گفتش. همچنان که اردشیر خیلی خیلی برای همه در خیلی موارد راهنما بود، کمک بود، بدون اینکه ذره حرفی بزنه سوالها و سوال آدم ها رو تو دل خودش نگه داشته باشه، کمک بکنه بهشون بدون اینکه به کسانی حرف بزنه راهنماشون بود. امیدوارم همچنان الان که رفته روحش در شرایطی کمک بکنه و بیاد و بگه راهنما بشه برای تمام کسانی که بهش احتیاج دارن.
هرگز مهربانی های بی‌دریغ او را فراموش نخواهم کرد. به عنوان یک دوست کوچک او، برادر کوچک او، همیشه به این میاندیشم یک پناهی را از دست دادم. او بزرگوارتر از اون بود، هرگز نتوانست، یعنی شاید از نظر روانی طوری بود که نمیتوانست اون مهربانی درونش را نشان دهد. او اون نبود که شما در ظاهر بدیدید. او وجودی گسترده و جوهری دیگری بود. در نهادش، در درونش یک مهربانی گسترده، یک انسانی دیگری بود که همیشه برای دیگری میاندیشید. من با اندیشه های او بسیار آشنا بودم و برای من بسیار دریغ است که اکنون کنار او نبودم و اکنون که او را به خاک میسپارم در این رابطه باید صحبت کنم. او همیشه این کلمه شاملو را به کار میبرد که بر مردگان خیش نظر میکنیم و نوبت خود را انتظار میبرد. در دنگیز بود که اکنون من باید به نوبت خودم بیاندیشم که بی او و بی مهربانی های او باید چگونه به سر برم. خاطرم هست روزی با هم که دیدار داشتیم شعری برای من از شاملو خان که فکر میکنم غزاله اینها بیشتر با اون آشنا هستند و شعر شماره 9 از کتاب آیده در آینه را که در به در تر از باد زیستم در سرزمینی که گیاهی در آن نمیروید. ای تیز خرامان، لنگی پای من از ناهمواری راه شما بود. این کلام او بود. همیشه میگفت که از ناهمواری دیگران همیشه پردرده و همیشه رنج میبرد از آنچه که دیگران نمیدانند. روزهاست که ناخون بر چهره روز میکشم تا روز را شب کنم. روزهاست که کسی نمیگوید و کسی نمیآید که با ما بداند که چه رفتن. هوا گرفته غبار زهرا در چشم، نفس تنگ قطره آبیم اگر بود خوش شده است در چشم. در خوش ثابت دیستنم بیرونم از تن شکسته و خراب مانده از تنهایی. کسی نیست که بپرسد با های بوی بودن من چه شده. اینه که تنی دوست بر خاک میرم. نگفته بود که میرم اما میرم. روز سایه سار غبارش را با ما با برد شریک می شود و نگاه ما می دوزد همه چیز بیهو هیچ. و او را که می رود سایه سار رفتن است و بیهودگی بودن. نگاه می کنم بی آینده می روند. مرگ همین است. تردید می کنم به روش با تمام عشقهای. چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم با این درد. دل من ای دل من، چه کنم با دل تنها، چه کنم با غم دل، چه کنم